وام دهنده طلای بابل. نیزه‌ساز پیر بابل رودان 50 سکه طلا هدیه گرفته بود که تا آن روز هرگز به خود ندیده بود و هرگز در کیف پول چرمی خود حمل نکرده بود. او شاد و مسرور از قصر خارج شد و در شاهراه اصلی به سمت خانه حرکت کرد. 50 سکه طلا، همه متعلق به خودش بودند. او هنوز باور نداشت که چه شانس بزرگی به او روی آورده است. اکنون او می توانست هر آنچه نیاز داشت خریداری کند. یک خانه بزرگ، زمین، گله، شتر، اسب، گاری و هر چه که نیاز داشت. او چگونه باید از این سکه ها استفاده می کرد؟ آن روز عصر به خیابانی وارد شد که خانه خواهرش در آنجا بود. همچنان به فکر فرو رفته بود و به صدای دلنشین سکه ها گوش می داد. احساس کرد که باید گنج خود را نگه دارد و فعلا از آن خرج نکند. چند روز بعد رودان سرگشته و بی تصمیم وارد فروشگاه ماتون شد. او سکه‌های طلا وام می‌داد و تاجر جواهرات بود. ماتون مشغول خوردن طعامی بود. رودان گفت باید در خصوص موضوعی که مرا سردرگم کرده با تو مشورت کنم. لبخندی بر چهره کوچک و باریک ماتون نقش بست. چی شده که به وام دهنده نیاز پیدا کردی؟ سالهاست که ما همدیگر رو میشناسیم اما تو هیچ وقت برای مشاوره نزد من نیامدی. یعنی هرگز به دنبال کمک نبودی. حالا چه شده؟ رودان گفت من دنبال وام گرفتن نیومدم. من فقط میخوام به من مشاوره بدی، همینو بس. ماتون گفت ببین چی میگه؟ آخه کی برای دریافت مشاوره به یه وام دهنده مراجعه کرده که تو دومیش باشی؟ بیا دوست عزیز، امشب مهمان من باش. بیا اینجا بنشین، تو مهمان عزیز من هستی. بسیار خوب، حالا بگو ببینم مشکل تو چیه؟ رودان گفت من یه سری نیزه جدید برای گارد سلطنتی ساخته بودم و پادشاه از طراحی جدید من برای سرنیزه ها راضی بود. اون 50 سکه طلا به من داد و حالا من نمیدونم با اونها چی کار کنم. هر لحظه یه نفر به من مراجعه میکنه که یه طرح تجاری داره یا به نوعی میخواد توی این 50 سکه با من شریک بشه. ماتون گفت خب طبیعیه، همه آدم ها دوست دارن طلا داشته باشند، اما مشکل اصلی تو اینه که نمیتونی نبگی، درسته؟ رودان گفت خب آره تا حدودی. راستش به خیلی ها میتونم نبگم اما گاهی اوقات بله گفتن راحت تره. مگه یه برادر میتونه به خواهرش نبگه در حالی که همیشه به خواهرش مدیون بوده؟ ماتون گفت قطعا خواهرت قصد بدی در مورد پولهای تو نداره. رودان گفت البته که نداره، اما مسئله اصلی شوهر خواهرم آرامان هستش. خواهرم دوست داره که شوهرش تاجر پولدار باشه. خواهرم فکر میکنه که شوهرش هیچ وقت فرصت مناسب برای کسب و کار نداشته و حالا این طلاها برای راه اندازی کسب و کارش مناسب هستند. خواهرم تصور میکنه که شوهرش با این طلاهای تاجر موفق خواهد شد و در این حال به زودی پول منو با یه سود حسابی به من پس خواهد داد. ماتون گفت دوست من، این مسئله مهم رو باید با دقت بیشتری بررسی کنی. طلا همیشه با خودش مسئولیت مالکیت رو به همراه داره، اما از طرف دیگه باعث تغییراتی در وضعیت زندگی آدم ها میشه. همیشه ترس از دست دادن ثروت وجود داره یا گاهی اوقات فرد ثروتمند تصور میکنه که همه قراره سرش کلاه بذارند و دارایی اون رو بدزدن. با همه این مشکلات طلا خوبی های هم داره، چون به مالکش حس قدرت و توانایی انجام کارهای زیادی رو میده که قبلا قادر به انجام نبوده. فقط باید توجه داشته باشی که اگرچه داشتن طلا باعث میشه فرصتهای زیادی به تو رو کنند، اما به همون اندازه دردسر هم ایجاد میکنه. داستان کشاورز اهل نینوا رو شنیدی؟ این کشاورز زبون حیوانات رو بلد بود. یک روز عصر گاو نر به الاغ در مورد سختی‌های کار شکایت میکرد. او گفت از صبح تا شب زمین رو شخم میزنم اما برای اون مهم نیست که هوا چقدر گرمه یا پاهای من خسته هستند یا گردنم به شدت درد گرفته. من باید کار کنم و فقط کار کنم. تو یه موجود آزاد هستی. خوش به حالت، چون چند تا پتوی رنگی روی پشت تو گذاشتن و فقط ارباب رو از اینجا به اونجا میبری و بر میگردونی. زمانی هم که اون قصد رفتن به جایی رو نداشته باشه تو برای خودت استراحت میکنی و علفهای سبز و آبدار میخوری. الاغ با گاو نر همدردی کرد و گفت دوست خوب من، تو همیشه به سختی کار میکنی و حالا من میخوام به تو کمک کنم
که از شر کار زیاد خلاص بشی. میخوام به تو یاد بدم که چطوری یه روز رو به طور کامل استراحت کنی. صبح که برده ها اومدن تو رو به زمین کشاورزی ببرن، همونجا دراز بکش و اصلاً تکون نخور. یکم ناله کن تا اونها بفهمن قادر به کار کردن نیستی. گاو نر به نصیحت الاغ عمل کرد. روز بعد که برده ها به طویله رفتند تا گاو را به زمین کشاورزی ببرند، متوجه شدند که او بیماره و قادر به کار کردن نیست. کشاورز به برده ها گفت به جای گاو الاغ رو برای کشیدن گاوا هم ببرید، چون نمیشه کار را متوقف کرد و زمین باید هرچه سریعتر شخم زده بشه. اون روز الاغ که قصد داشت به دوست خودش گاو نر کمک کنه، مجبور شد به جای اون همه وظایف گاو نر رو انجام بده. شب هنگام که گاواهن را از گردن الاغ باز کردند، قلبش به درد آمده بود، پاهایش درد می کردند و گردنش زیر بار یوغ زخم شده بود. این بار کشاورز به حیاط پشت طویله رفت تا به سخنان آن دو گوش کند. با ورود الاغ به طویله، گاو نر گفت: تو دوست خوب من هستی. به دلیل توصیه عاقلانه تو من امروز به طور کامل استراحت کردم. الاغ گفت: اما من مثل هر موجود ساده دل و احمق که مایل است به دوستش کمک کند، همه وظایف تو را انجام دادم. از این به بعد بهتر خودت گاواهن را بکشی، چون شنیدم که ارباب به برده ها می گفت اگر گاو نر فردا هم بیمار بود قصاب را خبر کنید. خب رودان، نتیجه اخلاقی از این داستان چه بود؟ رودان گفت: داستان خوبی بود، اما من نکته اخلاقی در اون ندیدم. ماتون گفت: فکر می کردم همین رو بگی، اما نکته اخلاقی مثل خود داستان ساده بود. اگر قراره به دوستت کمک کنی، هرگز به شیوهی که خودت رو به دردسر بیاندازه این کار رو انجام نده. رودان گفت: حالا متوجه شدم. چه پند اخلاقی جالبی بود. من هیچ وقت به مشکلاتی که وام دادن به خواهرم برای من ایجاد می‌کرد فکر نکرده بودم. اما بگو ببینم، تو که به افراد زیادی وام میدی، چطوری با این مشکلات کنار میای؟ ماتون لبخندی حاکی از تجربه فراوان زد و گفت: وام دهنده باید از همون ابتدا با دقت بررسی کند که آیا وام گیرنده میتونه از این وام به درستی استفاده کنه و در نهایت هم خودش سود کنه و هم وام رو باز پرداخت کنه یا خیر. اگر وام گیرنده برنامه خوب و عاقلانه‌ای برای صرف وام داشته باشه، آیا قادر به باز پرداخت وام هست؟ من از هر وام گیرنده یه مدرک دریافت میکنم و اون رو در قفسه مدارک نگهداری میکنم تا زمانی که وام باز پرداخت بشه. ماتون به سمت قفسه پشت سرش چرخید و چندین صندوق را تا جایی که دستش میرسید برداشت و جلوی رودان گذاشت. همه آنها از پوست خوک تهیه شده و تزئینی برنزی داشتند. ماتون گفت: مدارک یا نشانه هایی از وام گیرنده ها دریافت میکنم. در همین صندوقچه ها باقی میمانند تا وام باز پرداخت بشه. کسانی که بد حساب باشند و وام خود را تسویه نکنند، مدرک یا نشانه آنها را همینجا نگه می‌دارم تا به خاطر داشته باشم که اونها افراد بد حساب هستند. ایمن‌ترین وام ها مربوط به اون دسته از صندوقچه های نشانه است که مالک آنها دارای اموالی بسیار ارزشمندتر از وام باشه. کسانی که املاک، جواهر، شتر یا سایر مای املاک رو به حد وفور دارند، قطعا می‌توانند وام خودشون رو باز پرداخت کنند. حتی اگر مجبور بشن یکی از اموال خودشون رو بفروشند. گاهی اوقات وام گیرنده یک قطعه جواهر رو اینجا نشونی میگذاره که ارزشمندتر از خود وام دریافت شده است. گاهی اوقات اونها به صورت یه سند کتبی به من قول میدهند که اگر وام تسویه نشه، من میتونم یکی از املاک اونها رو بردارم. با این کارها من میتونم باز پرداخت وام رو تضمین کنم. گروه دیگه ای از وام گیرنده ها هم میتونن بر اساس ظرفیت درآمدشون وام بگیرند. خود تو یکی از همین افراد هستی، چون کار میکنی و قادر به باز پرداخت وام خودت هستی. این گروه از وام گیرنده ها درآمدزایی دارند و اگر صادق باشند و قصد کلاهبرداری نداشته باشند، به راحتی میتونن وام خودشون رو باز پرداخت کنند. یعنی اصل وام همراه با بهره رو در مدت معین پرداخت میکنند. باز پرداخت این وام ها بر اساس تلاش های فردی انجام میشه. و یک گروه دیگه هم هستن که نه گروهی قابل توجهی دارن و نه ظرفیت کار کردن. بالاخره زندگی سخته و همیشه کسانی پیدا میشن که نمیتونن خودشون رو با شرایط تطبیق بدهند. متاسفانه من هم نمیتونم به اونها کمک کنم، چون صندوقچه نشونه های من میگه اونها بد حساب هستند.
من نمیتونم به اونها وام بدم مگه اینکه یه آدم کاملا خوش حساب شناخته شده اونها رو تضمین کنه. به این ترتیب من هر روز سود بیشتری میکنم و سرمایه هم بیشتر میشه. رودان با کمی تأمل گفت: از اینکه منو نصیحت کردی ممنونم. همه حرفهایی که گفتی برای من مفید بودند، اما هنوز نتونستم پاسخ پرسش خودم رو دریافت کنم. چی کار باید بکنم؟ 50 سکه طلای خودم رو به شوهر خواهرم قرض بدم یا نه؟ اونها برای من هم مهم هستند. ماتون گفت: خواهرت بانوی تمام عیاره و من احترام زیادی برای اون قائل هستم، اما اگه شوهرش برای دریافت وام 50 سکه طلا به من مراجعه کرده بود، فوراً ازش میپرسیدم که اون پول رو برای چه کاری میخواهد. اگه به من توضیح میداد که قصد داره یه تاجر بشه مثل خود من که در امر جواهرات و اشیاء گرانبها فعالیت کنه، ازش میپرسیدم که مگه دانش کافی برای انجام این تجارت رو در اختیار داره؟ مثلا میدونه که جواهرات با پایین ترین قیمت رو از کجا میشه تهیه کرد؟ اصلا میدونه قیمت فروش عادلانه چیه؟ به نظر من این موارد خیلی مهم هستند. حالا بگو ببینم اون میتونه به این پرسش ها جواب بده؟ رودان سرش را تکان داد و گفت: نه، نمیتونه، چون تا حالا فقط در ساخت سرنیزه به من کمک کرده و گاهی اوقات به سایر مغازه‌دارها کمک میکنه. ماتون گفت: بسیار خوب. بعدش من به اون میگم که هدفش ابداً عاقلانه نیست، چون همه تجار باید در حرفه خودشون مهارت کافی داشته باشند. اگرچه بلند پرواز بودن مهم و ارزشمنده، اما کافی نیست. برای موفقیت باید موارد دیگر رو در نظر داشت، مثل اطلاعات و دانش کافی. در هر حال من به این فرد وام نمیدادم. اما حالا فرض کنیم که شوهر خواهرت پاسخ بده: اوه بله، من میدونم قراره چی کار کنم، چون تا به حال شاگرد چند تاجر بودم و سفر به سرزمین‌های دور رو بلد هستم. یا اینکه من میتونم قالیچه هایی که خانم‌های خانه‌دار بافتند رو به قیمت عادلانه خریداری کنم و از طرف دیگه ثروتمندان زیادی رو میشناسم که میتونم کالاهای خودم رو به اونها بفروشم و سود زیادی داشته باشم. اون وقت من بهش میگم که هدف خوبی داره و اهداف بلندی که برای آینده تعیین کرده هم قابل احترام هستند، اما من زمانی 50 سکه طلا رو به تو وام میدم که بتونی یه وثیقه قابل توجه به من بدی که بازپرداخت وام رو تضمین کنه. اگه اون به من بگه که هیچ وثیقه قابل توجه برای تضمین بازپرداخت نداره، من هم ازش میخوام که یه فرد قابل احترام و معتبر رو به من معرفی کنه که اون بتونه بازپرداخت وام توسط او رو تضمین کنه. فقط در این صورت است که میشه به بازپرداخت وام ایمان داشت. اما اگه اون به من بگه که چنین فردی رو نمیشناسه و من باید فقط به خودش اعتماد کنم، براش توضیح میدم که سکه های طلا گنجینه من هستند و اگر در یکی از سفرهای تجاری به سرزمین‌های دور ناگهان راهزنها به او حمله کنند و سکه‌ها یا قالیچه‌ها یا کالاهای دیگر اون رو بدزدند، اون وقت اون چطوری میتونه وام منو پس بده؟ دوست من رودان، سکه طلا کالای فرد وام دهنده است. بنابراین نمیتونه ریسک کنه و اون رو به سادگی به دیگران وام بده. اگه من به راحتی سکه ها رو از دست بدم، یعنی اونها رو به هر کس وام بدم بدون اینکه در مورد بازپرداخت وام اطمینان داشته باشم، زندگی خودم مختل میشه. حالا که برای مشاوره پیش من اومدی، لطفاً به پاسخ من گوش کن. همه 50 سکه طلا رو پیش خودت نگه دار. این سکه ها رو به دلیل کار خوبی که برای پادشاه انجام دادی پاداش گرفتی. بنابراین هیچ کس نمیتونه تو رو وادار کنه اونها رو به دیگری قرض بدی، مگر اینکه خودت میل به این کار داشته باشی. اما اگه دوست داشته باشی که سرمایه خودت رو به دیگران وام بدی، این شیوه باعث افزایش سرمایه میشه، به شرطی که این کار رو با دقت و احتیاط انجام بدی. حتی اگه این سرمایه رو از نوع سرمایه بیکار در نظر بگیریم، بازم نباید اون رو به خطر بیاندازی. به من بگو ببینم، چند ساله که به عنوان نیزه ساز فعالیت میکنی؟ رودان گفت: 3 سال تمام. ماتون گفت: علاوه بر این پاداش که پادشاه به تو داده، تا به حال چند سکه طلا پس انداز کردی؟ رودان گفت: 3 سکه. ماتون گفت: یعنی هر سال به سختی کار کردی و خودت رو از خریدن چیزهای خوب محروم کردی تا بتونی پول جمع کنی و در نهایت سالی 1 سکه پس انداز کردی، درسته؟ رودان گفت: دقیقاً همینطوره. ماتون گفت: بنابراین اگر قرار بود خودت این 50 سکه رو پس انداز کنی، باید 50 سال کار میکردی، درسته؟ رودان گفت: البته 1 عمر طول میکشید.
ماتون گفت فکر میکنی خواهرت مایل هست پس اندازه یه عمر برادرش رو به خطر بیاندازه؟ یعنی اون حاضر هست حاصل کار یه عمر برادرش رو که با فلزات سردی همچون برنز و کوره ذوب فلز سر کار داشته رو به خطر بیاندازه چون شوهرش دوست داره تاجر بودن رو امتحان کنه؟ رودان گفت اینطوری که تو میگی نه. ماتون گفت بسیار خوب، همین حالا برو به خواهرت بگو 3 سال کار کردم، هر روز زحمت کشیدم، از صبح تا شب عرق ریختم، خودم را از خرید همه چیز محروم کردم، هر سال فقط به پس‌انداز فکر کردم تا اینکه تونستم فقط 3 سکه فراهم کنم. تو خواهر دلبند من هستی و من مایل هستم شوهرت در یک کسب و کار سودآور باشد و خوشبخت باشید. اگر شوهرت بتونه یه طرح عاقلانه به دوست من ماتون ارائه کنه، من هم خوشحال میشم که همه پس‌انداز خودم رو به مدت 1 سال به شوهرت قرض بدم تا اونم فرصتی برای موفق شدن داشته باشه. همین کاری که گفتم بکن. شاید اون یه طرح عالی برای پیشرفت داشته باشه، اما اگه طرح خوبی نداشته باشه از شرمندگی آتی اون در روز بازپرداخت وام نسبت به تو پیشگیری میشه. من به مردم وام میدم چون پول زیادی دارم. فقط به کسانی وام میدم که اطمینان دارم از اون وام در یک مسیر عاقلانه استفاده میکنن و سرمایه منو به خطر نمیاندازن. من تا زمانی که متقاعد نشوم وام در زمان موعود باز پرداخت میشه، هرگز با پرداخت وام موافقت نمیکنم. و حالا تو رودان، سرمایه داری که میتونی از اون برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنی. بنابراین تو هم باید از سرمایه خودت مراقبت کنی و اون رو به خطر نیندازی. تو هم باید به اندازه من محتاط باشی تا از سرمایه خودت کسب درآمد کنی. اگه یه اشتباه کوچیک انجام بدی و ناگهان سرمایه خودت رو از دست بدی تا آخر عمرت تأسف می‌خوری و ناراحت هستی. به نظر خودت بهترین کار در خصوص این کیف پول پر از طلا چیه؟ رودان گفت این که ازش محافظت کنم. ماتون سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت سخن عاقلانه‌ای بود. اول از همه باید امنیت دارایی خودت رو حفظ کنی. آیا تصور میکنی که اگه سرمایه خودت رو به شوهر خواهرت وام بدی، اونم از سرمایه تو به خوبی محافظت میکنه؟ رودان گفت نمیدونم، احتمالاً در نگهداری از طلا عاقلانه عمل نکنه. ماتون گفت بسیار خوب، پس چرا خودت رو درگیر فکرهای احمقانه میکنی و خودت رو موظف میدونی که حتما باید به اون آدم قرض بدی چون شوهر خواهرته؟ راههای دیگه هم برای افزایش سرمایه وجود داره. همیشه به خاطر داشته باش که سکه طلا به سرعت از دستان افرادی که تجربه کافی برای نگه داشتن اون ندارند فرار میکنند. بنابراین نه خودت در نگهداری سرمایه کوتاهی کن و نه اون رو به کسانی قرض بده که شیوهی صحیح استفاده از اون رو نمیدونن. بگو ببینم به نظر تو گام بعد از حفظ و نگهداری از گنجینه چیه؟ رودان گفت باید از سرمایه استفاده کنیم و پول بیشتری به دست بیاوریم. ماتون گفت آفرین، باز هم نظر عاقلانه‌ای دادی. باید سرمایه رو کسب کرد، حفظ کرد و افزایش داد. اگه سرمایه خودت رو عاقلانه و در جای مطمئن سرمایه گذاری کنی، قبل از اینکه پیر بشی شاهد 2 برابر شدن اون هستی. اما اگه سرمایه خودت رو به خطر بیاندازی، نه تنها از افزایش اون بی بهره میشی، بلکه ممکنه کل زندگی خودت رو هم به باد بدی. همیشه سعی کن افرادی رو برای همکاری یا وام دادن یا شراکت انتخاب کنی که موفقیت‌های قبلی اونها چشمگیر باشه. این نشون میده که قبلا از هوش و درایت کافی برای سرمایه گذاری برخوردار بودند و تو هم با کمک اونها میتونی موفقیت بیشتری داشته باشی. زمانی که رودان از نصایح ارزشمند او تشکر کرد، ماتون گوش نمیداد، بلکه همینطور در حال سخنوری بود. هدیه پادشاه باید به تو کمک کنه درایت بیشتری در زندگی کسب کنی. ناامید کننده است اگر نتونی 50 سکه طلا رو برای خودت حفظ کنی. در واقع تو وسوسه میشی که کارهای زیادی رو با اونها انجام بدی، اما باید در برابر این مسئله مقاومت کنی. من حرفها و نصایح زیادی برای تو دارم. پیشنهادات زیادی مطرح میشن و همه اونها مدعی هستند که پیامد خوبی دارند و سود سرشاری رو نصیب تو میکنند. قبل از هر کاری و قبل از هر تصمیم اطمینان حاصل کن که هیچ خطری خودت یا سرمایه تو رو تهدید نمیکنه. اگر هم باز به مشاوره با من احتیاج داشتی به اینجا بیا. من از دیدنت خوشحال میشم. راستی این عبارت رو که زیر در پوش صندوقچه نشانه ها حکاکی کردم رو بخوان و اون رو به خاطر بسپار، چون در مورد همه افرادی که برای دریافت وام مراجعه میکنند صحت داره. اندکی احتیاط بهتر از 1 دنیا حسرت است.
دیوارهای بابل. عده کثیری از مدافعان شجاع شهر در حال نبرد برای حفظ دیوارها بودند. بقا و موجودیت یک شهر بزرگ با صدها هزار سکنه به اقدامات آنها بستگی داشت. از بالای دیوار هیاهوی نبرد و مبارزه، فریاد سربازان و شیهه اسب‌ها شنیده میشد و از این پایین صدای کرکننده برخورد دشکوب سنگین با دروازه‌های بزرگ برنزی به گوش می رسید. در خیابان پشت دروازه نیزه‌داران به صف ایستاده بودند تا در صورت گشودن دروازه و هجوم مهاجمان به داخل از شهر دفاع کنند. متاسفانه تعداد آنها اندک بود. ارتش اصلی بابل همراه با پادشاه برای جنگ به سرزمین‌های شرقی یعنی ایلام رفته بود. طبق پیشبینی آنها احتمال حمله به شهر صفر بود، بنابراین نیروهای کمی برای دفاع از شهر باقی مانده بودند. اما ناگهان لشکر قدرتمند آشوری‌ها از شمال به آنها حمله کردند و اکنون سربازان اندکی که در شهر باقی مانده بودند باید دیوارها را حفظ می‌کردند یا کل شهر بابل نابود می‌شد. جنگ به لحظه حساسی رسیده بود. دشمن پس از 3 روز بررسی دیوارهای بلند شهر بالاخره این دروازه را برای حمله انتخاب کرده بود و با تمام قوا به آن تاخته بود. سربازانی که بر روی دیوار ایستاده بودند با مهاجمانی که با نردبان قصد ورود به شهر داشتند می جنگیدند. آنها روغن داغ بر روی سر مهاجمان می ریختند و با نیزه با آنها نبرد می کردند. هزاران کماندار دشمن از جلوی دروازه نیزه‌دارانی که بالای دیوار ایستاده بودند را هدف قرار داده و بارانی از تیر را بر سر آنها می ریختند. بانزار پیر در بهترین مکان ایستاده بود تا اخبار دست اول را به شهروندان اعلام کند. او به صحنه درگیری نزدیک بود، بنابراین زودتر از سایرین می توانست عقب راندن مهاجمان که از خشم دیوانه شده بودند را مشاهده کند. یکی از تجار مسن شهر نیز در همان نزدیکی ایستاده بود. دستان چروکیده‌اش به شدت می لرزیدند. او با التماس به بانزار پیر گفت: به من بگو بگو که نمی توانند وارد شهر بشوند. پسران من همراه پادشاه به جنگ رفتند. هیچ کس اینجا نیست که از من و همسرم یا کالاهای من محافظت کند. اونها همه زندگی منو به یغما میبرند. اگه اونها وارد بشوند همه غذاها را هم چپاول میکنند و هیچی برای ما باقی نمیمونه. من و همسرم پیر هستیم. خیلی پیر و نمیتوانیم از خودمان دفاع کنیم. حتی برای اینکه برده بشیم هم پیر هستیم. بنابراین حتما ما را میکشند یا از گرسنگی هلاک میشیم. به من بگو که اونها نمیتوانند بیان داخل شهر. نگهبانی که در آن حوالی بود گفت: به خودت مسلط باش. دیوارهای بابل محکم و استوار هستند. برگرد به بازار و به همسرت هم بگو که دیوارهای شهر محکم هستند و میتوانند از شما و دارایی شما به خوبی محافظت کنند، چون همه شما گنجینه های پادشاه هستید. فقط از کنار دیوار حرکت کن، مبادا تیرهایی که کماندارهای دشمن به آسمان رها می‌کنند به تو اصابت کند. بانزار پیر کنار ایستاد تا راه را برای گروهی از سربازان زره‌پوش باز کند. آنها مجهز به سپرها و زره‌های برنزی بودند. به محض عبور آنها یک دختر کوچک کمربند او را کشید و گفت: آقای سرباز، لطفاً به من بگو که آیا شهر ما ایمن هست؟ صداهای ترسناک میشنوم. یک مرد رو دیدم که خون ریزی داشت. خیلی ترسیدم. چه بلایی سر خانواده ما میاد؟ منظورم مادرم، برادرم و نوزادمونه. نگهبان پیر لبخند زد و دستی به روی موهای دخترک کشید و برای راحت کردن خیال او گفت: نباید بترسی خانم کوچولو. دیوارهای بابل از تو، مادرت، برادرت و همه شهروندان حمایت می‌کند. 100 سال پیش ملک سمیرامیس این دیوارهای بلند را به همین دلیل ساخت تا هیچ کس نتواند از او عبور کند. حالا برو خونه به مادر، برادر و نوزادتان بگو که دیوارهای بابل از همه اونها مراقبت میکنه و اونها نباید از هیچی بترسند. هر روز بانزار پیر در محل نگهبانی خود می ایستاد و اعزام سربازان به محل خدمت خود را نظاره می کرد. آنها بالای دیوار می ماندند و مبارزه می کردند تا اینکه بالاخره کشته یا زخمی می شدند. فقط در همین حالت بود که آنها از روی دیوار پایین آورده می شدند. هیچ یک از نیروهای دفاعی به خواست و اراده خودش از روی دیوار پایین نمی آمد. هر روز بر تعداد شهروندان وحشت زده و ناامید که مایل بودند بدانند آیا دیوارهای شهر مقاومت خواهند کرد یا خیر افسوده می شد. او نیز با قاطعیت یک سرباز پیر با سر برافراشته اعلام می کرد:
دیوارهای بابل از همه ما حفاظت خواهند کرد. به مدت 3 هفته و 5 روز حملات به شدت ادامه یافتند. راهروی منتهی به بالای دیوار از خون زخمی‌ها و کشته شدگان رنگین شده بود. بانزار پیر همانجا در محل خدمت خود می ایستاد و نیروهای تازه نفس را مشاهده می کرد که با عزم و اراده به سمت بالای دیوار می دویدند و پس از مدتی با کمک دوستانشان یا بر دوش آنها پایین آورده می شدند. هر روز تعداد زیادی از سربازان توسط نیروهای مهاجم سلاخی می شدند و هر روز هم قطارانشان با چشمانی اشکبار آنها را به خاک می سپردند تا شب 5 از هفته 4 هیاهوی جنگ فروکش نکرد. با اولین پرتوهای خورشید که دشت را روشن می کردند، ابر وسیعی از گرد و خاک به واسطه جابجا شدن نفرات ارتش دشمن و آرایش جنگی برای حمله همه دشت را فرا می گرفت. اما ناگهان آن روز صبح یک فریاد بسیار بلند و قدرتمند از جانب سپاه مدافع شهر شنیده شد. این فریاد به حدی بلند بود که هیچ کس در درک مفهوم آن اشتباه نمی کرد. نیروهای محافظ دروازه بزرگ نیز همین فریاد را تکرار کردند. این صدا به حدی بلند بود که همه شهروندان منتظر در خیابانها و خانه‌ها همگی این صدا را شنیدند. گویی این فریاد بسیار بلند همچون یک طوفان سهمگین همه شهر را در نوردید. همه مردم به خیابانها ریختند. جمعیت کثیری از مردم در سکوت و خفقان ایستاده بودند. ترس فزایندی که به مدت چند هفته بر آنها مستولی شده بود، رخت بربست و شادی افسار گسیخته‌ای جای آن را گرفت. یک بار دیگر آتش از بالای برج بلند بل نمایان شد تا پیروزی را نوید دهد. ستونی از دود آبی رنگ به آسمان رفت تا این خبر را به دور دستها هم مخابره کند. یک بار دیگر دیوارهای بلند و محکم بابل قابلیت‌های خود را اثبات کردند. این بار هم دیوارهای بلند شهر دشمن حریص که به طمع غارت ثروت این شهر آمده بود را ناکام گذاشتند و از شهروندان به خوبی محافظت کردند. بابل توانست قرنها استوار و پابرجا به حیات خود ادامه دهد، چون تحت حفاظت و حمایت بود. اگر این گونه نبود، بابل نیز مدتها قبل دچار فروپاشی میشد. دیوارهای بابل مثال بارز نیاز انسان به حمایت و حفاظت هستند. این نیاز در نوع بشر موروثی است. امروز نیز این نیاز را به همان شدت گذشته احساس می کنیم، اما طرح‌های گسترده‌تر و بهتر برای تامین این نیاز اجرا شدند. امروز ما در پناه دیوارهای غیر قابل نفوذ بیمه، حسابهای پسنداز و سرمایه‌گذارهای مستقل زندگی می کنیم تا از خودمان در برابر رویدادهای غیر منتظره ناگوار حمایت کنیم. رویدادهایی که ورود آنها به هر زندگی همراه با دردسر خواهد بود. ما بدون حمایت کافی قادر به ادامه حیات نیستیم. تاجر شتر بابلی. هرچه گرسنه‌تر باشید، ذهن شما بهتر کار می‌کند و البته نسبت به رایحه غذا حساس‌تر خواهید بود. تارکات پسر آزور نیز همین احساس را داشت، چون به مدت 2 روز هیچ غذایی نخورده بود. البته به غیر از 2 انجیر که از بالای دیوار یک باغ دزدیده بود. او به فکر چیدن انجیر سوم بود که ناگهان خانمی عصبانی از داخل باغ فریاد کشید و به سمت او دوید. تارکات از بالای دیوار پایین پرید و شروع به دویدن کرد. آن خانم نیز تا مسافت طولانی او را در خیابان تعقیب کرد. زمانی که تارکات به بازار رسید، هنوز هم هیاهوی آن زن در گوشش میپیچید. تکرار این صداهای خشمگین در ذهنش باعث شدند انگشتانش به هوس برداشتن میوه از سبد زنان دست فروش نباشند. او هرگز متوجه نشده بود که چقدر غذا به بازار بابل وارد می شوند و آنها چه رایحه دلپذیری دارند. پس از خروج از بازار، تارکات به سمت مهمانخانه رفت. مرتب از جلوی در سالن غذاخوری به این سو و آن سو می رفت. شاید یک آشنا را در آنجا ملاقات کند و او وی را به غذا دعوت کرده یا یک سکه مسی به او قرض میداد تا شاید غذایی برای خودش تهیه کند. او میدانست که بدون داشتن پول هیچ کس از او استقبال نخواهد کرد. در همین احوال ناگهان با مردی روبرو شد که ابداً مایل به دیدار او نبود. داباسیر که تاجر معروف شتر در بابل بود. تارکات از افراد زیادی پول قرض کرده بود، اما داباسیر از همه سختگیرتر بود،
چون تارکات به وی قول داده بود در اسرع وقت بدهی خود را تسویه کند، اما هنوز هیچ اقدامی نکرده بود. چهره داباسیر با دیدن او بشاش شد. آها، تارکات، همون کسی که دوست داشتم اون را ببینم تا 2 سکه مسی که مدتها قبل به او قرض داده بودم را به من پس بده. البته 1 سکه نقره هم هست که قبل از این 2 سکه قرض داده بودم. خوبه که بالاخره با هم ملاقات کردیم. من به راحتی میتونم از تک تک سکه هم استفاده کنم و هر روز از اونها سود به دست بیاورم. حالا چی داری به من بگی پسر؟ تارکات نمیدانست چه بگوید. به لکنت افتاد و چهرهش گلگون شد. شکم خالی او به شدت درد میکرد، اما به خوبی میدانست که باید پاسخی مناسب برای داباسیر آماده کند. تارکات زیر لب زمزمه کرد: متاسفم، خیلی متاسفم، اما امروز نه سکه مسی دارم و نه نقره که بتونم قرض خودم رو پس بدم. داباسیر گفت: چطور ممکنه؟ یعنی تو چند تا سکه مسی و 1 سکه نقره نداری که سخاوت دوست قدیمی پدرت رو در زمانی که تهی دست بودی جبران کنی و قرض خودت رو بپردازی؟ تارکات گفت: علتش اینه که بدشانسی آوردم، بنابراین قادر به تسویه بدهی خود نیستم. داباسیر گفت: بدشانسی؟ نباید ضعف و بی‌لیاقتی خودت رو به گردن خدایان بیاندازی. قرار نیست شانس به دنبال کسانی روانه بشه که فقط قرض میگیرند و به فکر پس دادن قرضشون نیستند. با من بیا پسر. حالا خیلی گرسنه هستم. بیا در حالی که غذا میخورم یه داستان برای تو تعریف میکنم. تارکات از صداقت گزنده داباسیر ناراحت شد، اما دست کم داباسیر او را به داخل تالار غذاخوری دعوت کرده بود. داباسیر او را به سمت انتهای سالن غذاخوری هل داد و هر دو روی قالیچه‌های کوچک نشستند. زمانی که کاسکور مالک سالن غذاخوری با یک لبخند گشاده به آنها نزدیک شد، داباسیر با همان رکگویی همیشگی گفت: مارمولک چاق بیابونی، یه ران بز آبدار برایم بیاور، همراه با نان و هر چی سبزیجات در دسترس داری، چون من گرسنه هستم و غذای زیادی باید بخورم. راستی این دوست منو هم فراموش نکن. برای او 1 پارچه آب بیاور، خنک باشد چون هوا خیلی گرمه. قلب تارکات از حرکت ایستاد. آیا او باید اینجا می نشست و آب می نوشید در حالی که داباسیر مشغول خوردن ران گوساله بود؟ در هر حال او چاره‌ای به غیر از سکوت نداشت، چون حرفی برای گفتن نداشت. داباسیر گفت: از یکی از مسافرها که به تازگی از اورفا بازگشته بود شنیدم که یکی از ثروتمندان آن دیار سنگ رو با ضخامت بسیار نازک میبره. اونقدر نازک که میتونی اون طرفش رو ببینی. بعد اون رو به چارچوب پنجره خانه خودش نصب کرده تا آب بارون به داخل خونهش سرازیر نشه. اون مسافر تعریف میکرد که رنگ اون لایه سنگی زرد بود. البته اون چون نسبت به خویشاوندی با مرد ثروتمند داشت، توانست 1 بار از داخل اون فضای بیرون رو تماشا کنه. مسافر گفت که همه چیز از پشت اون لایه عجیب و غریب دیده میشد. یعنی یه جورایی که انگار واقعی نبودند. تارکات، اگه تو باشی به اون چی میگی؟ فکرشو بکن، 1 مرد که میتونه همه جهان رو با 1 رنگ دیگه ببینه. تارکات که مایل بود بگوید من فقط به ران بز که قرار است جلوی داباسیر قرار بگیرد علاقه‌مند هستم، با 1 مکث گفت: حرف خاصی نمیتونم بگم. داباسیر گفت: خب من خودم با این وضعیت آشنا هستم، چون من دنیا رو یه جور دیگه میبینم. اون چه من میبینم با جهان واقعی فرق داره و داستانی هم که میخوام برات نقل کنم مربوط به همینه. چطور شد که تونستم جهان رو با رنگ و شکل واقعی ببینم؟ غذای او رسید. داباسیر به او پیشنهاد نداد که در غذای شریک شود. حتی به او اشاره نکرد که تکه نانی بردارد و بخورد. حتی آن تکه نان که بر روی زمین افتاده بود. داباسیر در حالی که مشغول جویدن و بلعیدن لقمه‌های بزرگ گوشت بود گفت: آیا کسی میدونه که من قبلا در سوریه 1 برده بودم؟ همه حضار با تعجب شروع به نجوا در گوش هم کردند. داباسیر نیز با شوق و شعف به این حالت آنها نگاه کرد. پس از فرو دادن 1 لقمه بسیار بزرگ از گوشت ران بز، داباسیر ادامه داد: زمانی که جوان بودم کسب و کار پدرم را یاد گرفتم. او زینساز بود. من هم در کارگاه او کار کردم و پس از مدتی ازدواج کردم. من جوان بودم و بی تجربه، بنابراین درآمد زیادی نداشتم. فقط می توانستم 1 زندگی متوسط داشته باشم. همیشه عاشق چیزهای خوبی بودم که در آن زمان داشتن آنها غیر ممکن به نظر می رسید. پس از مدتی متوجه شدم که مالکان فروشگاه‌ها
برای خرید نسیه و پرداخت وجه کالا در زمان دیگر به من اعتماد دارند. حتی اگر حقیقتا قادر نبودم هزینه کالا را به موقع پرداخت کنم. من جوان بودم و بی تجربه، بنابراین نمیدانستم که اگر بیشتر از درآمد خود خرج کنی، بی دلیل خود را در معرض گردباد اعتراضات، مشکلات و تمسخر دیگران قرار می دهی. در نهایت شروع به خریدن کالاهای لوکس برای همسرم و خانه کردم. کالاهایی که هرگز توان پرداخت قیمت آنها را نداشتم. تا حد توان تلاش کردم بهای کالاهای لوکس را پرداخت کنم و تا مدتی هم اوضاع خوب بود. اما کار به جایی رسید که نمی توانستم زندگی خود را بچرخانم و اقساط کالاهای لوکس که خریداری کرده بودم را پرداخت کنم. طلبکاران به من فشار می آوردند که هزینه‌های مربوط به خریدهای آنچنانی را هرچه سریعتر تصفیه کنم. به تدریج زندگی من تغییر کرد. از دوستانم وام یا قرض می گرفتم اما قادر به باز پرداخت آنها نبودم. اوضاع هر روز بدتر و بدتر شد. همسرم به خانه پدرش رفت و من نیز تصمیم گرفتم به دنبال کار و شاید فرصتی برای زندگی بهتر بابل را ترک کنم. به مدت 2 سال در کاروان‌های تجاری کار کردم و زندگی سخت و طاقت فرسایی را تجربه کردم. در همین مدت بود که با گروهی از راهزنان دوست داشتنی آشنا شدم که کل صحرا را برای یافتن کاروان‌های بدون محافظ مسلح زیر پا می‌گذاشتند. این کار در شأن کسی مثل من با آن پدر شریف و قابل احترام نبود، اما من جهان را از پشت یک سنگ رنگی مشاهده می‌کردم و متوجه نبودم که این کارها باعث سقوط من خواهد شد. در اولین سرقت به یک کاروان حمل سکه‌های طلا و ابریشم برخورد کردیم که کالاهای ارزشمندی داشتند. ما این محموله را به سرقت بردیم. در سرقت دوم چندان خوششانس نبودیم. به محض غارت کاروان ناگهان مورد حمله گروهی نیزه‌دار قرار گرفتیم که رئیس کاروان آنها را برای حفاظت از محموله‌هایش استخدام کرده بود. 2 رهبر ما کشته شدند و آنها که زنده مانده بودند را به دمشق بردند تا در بازار برده فروشان بفروشند. مرا به قیمت 2 سکه نقره به رئیس نیزه‌داران صحرا فروختند. موهایم را از ته تراشیدند و لباس مخصوص بردگان را پوشیدم تا هیچ تفاوتی با سایر بردگان نداشته باشم. از آنجا که جوان و جسور بودم این وضعیت را نیز همانند یک ماجراجویی تلقی کردم، اما این وضعیت هم مدت زیادی طول نکشید، چون ارباب مرا به عنوان خدمت کردن در حرمسرای خود انتخاب کرد. برای این کار باید مرا خواجه می کردند. فقط در همان زمان بود که متوجه شدم چه وضعیت دشوار و خطرناکی دارم. آنها مردان صحرا بودند، بیباک، خشن و جنگجو. من بدون اسلحه در برابر آنها هیچ شانسی نداشتم. باید راهی برای فرار پیدا می کردم. من از ترس یک گوشه ایستاده بودم و زبانم بند آمده بود. به 4 زن رئیس نگاه کردم و انتظار داشتم آنها به حال من دلسوزی کنند. سیرا که مشخص بود همسر اول است و از دیگران بزرگتر بود، با چهره‌ای بی تفاوت به من خیره شد. متوجه شدم که او عاری از عاطفه است. بنابراین به زن بعدی نگاه کردم. او نیز به گونه‌ای به من خیره شده بود که گویی یک کرم بر روی زمین دیده است. اما 2 زن بعدی که جوان بودند در گوش هم زمزمه کرده و می‌خندیدند. احساس کردم مسئله اخته شدن من برایشان مثل یک لطیفه بامزه است. مدتی که در آن گوشه منتظر اعلام نظر آنها بودم برای من به اندازه 1 سال طولانی شد. احساس کردم هر یک از آنها وظیفه تصمیم گیری را به دوش دیگری می‌اندازند تا اینکه بالاخره سیرا با یک صدای سرد و خشن شروع به صحبت کرد. سیرا گفت: خواجه حرمسرا زیاد داریم اما ساربان کم داریم. اونهایی هم که داریم به درد بخور نیستند. همین امروز رفته بودم دیدن مادرم که بیمار بود و تب داشت. حتی یک برده هم نداشتیم که بتونم بهش اعتماد کنم و افسار شترم را به اون بدم. ازش بپرسید ببینم میتونه شتر را هدایت کنه و ساربان بشه؟ رئیس از من پرسید از شترها چی میدونی؟ در حالی که از خوشحالی بال درآورده بودم اشتیاق خود را پنهان کردم و به آرامی گفتم خب میتونم وادارشون کنم زانو بزنند. بارگیری میکنم، هدایتشون میکنم تا در طول سفر بدون خستگی راه بروند. حتی اگر لازم باشه میتونم افسار و مهار اونها رو تعمیر کنم. سیرا گفت: این برده خیلی پرحرفی میکنه. اگر ارباب اجازه بده این برده ساربان شتر من باشه. بنابراین منو به سیرا واگذار کردند. همون روز ناچار شدم شتر اون رو در یک مسیر طولانی هدایت کنم تا اون بتونه مادر مریضش رو ببینه. از این فرصت استفاده کردم تا ازش تشکر کنم
که به دلیل مداخله به موقع منو از عقیم شدن نجات داده. بعد هم براش توضیح دادم که من یک برده به دنیا نیومدم، بلکه یک مرد آزاد هستم. چون پدرم یک مرد آزاد بوده و در واقع اون یک زینساز معتبره که در بابل زندگی میکنه. تقریبا بخش عمده داستان زندگی خودم رو برای اون تعریف کردم. توصیه‌های اون برای من شگفت‌آور بودند و به همین دلیل با دقت بیشتری به اونها عمل کردم. سیرا گفت: چطور به خودت میگی یک مرد آزاد؟ ضعف‌هایی که تو داشتی تو رو به اینجا کشوند و باعث شد که کارت به اینجا برسه. یک مرد میتونه روح بردگی داشته باشه و اصلا مهم نیست که در چه خانواده‌ای به دنیا اومده. اگه یک مرد روح آزادگی داشته باشه بازم فرقی نمی‌کنه کجا به دنیا اومده، چون علی‌رغم همه شوربختی‌هایی که داره بالاخره به بزرگی و احترام دست پیدا می‌کنه. به مدت 1 سال من برده بودم و بین برده ها زندگی می‌کردم، اما هیچ وقت نتونستم یکی از اونها باشم. یک روز سیرا از من پرسید: عصرها که برده ها کنار هم می‌نشینند و از هم صحبتی با هم لذت می‌برند، چرا تو به تنهایی توی چادر خودت می‌نشینی و با اونها معاشرت نمی‌کنی؟ پاسخ دادم: بر اساس آنچه به من گفتی، من اطمینان دارم که روح بردگی ندارم و به همین دلیل نمیتونم با اونها معاشرت کنم. سیرا گفت: من هم در اینجا همنشین مناسبی ندارم که باهاش معاشرت کنم. من جهیزیه زیادی داشتم و شوهرم به دلیل همون جهیزیه با من ازدواج کرد. اون هیچ علاقه‌ای به من نداره. همه زنها به دنبال عشق و علاقه شوهرشون هستند. به همین دلیل و البته به این دلیل که من نه دختر دارم و نه پسر، باید از سایرین جدا باشم و نمیتونم با هیچ کس معاشرت کنم. اگر من مرد بودم میمردم، اما به این بردگی تن نمیدادم. اما در سنت قبیله ما زنها همیشه برده هستند. ناگهان از او پرسیدم: حالا در مورد من چی فکر میکنی؟ روح یک مرد آزاد رو دارم یا یک برده؟ سیرا گفت: مایل هستی دین خودت رو به بابل و کسانی که به تو اعتماد کردن ادا کنی؟ پاسخ دادم: البته، اما چطوری؟ هیچ راهی برای این کار وجود نداره. سیرا گفت: اگه همینطور سالها را بگذرانی و هیچ تلاشی برای بازپرداخت دین خود به بابل نداشته باشی، به تدریج روح تو مثل یک برده میشه. اما یک مرد آزاد هیچ وقت نمیگذاره که زیر دین بمونه و هر طور شده بدهی خودش رو صادقانه تسویه میکنه. گفتم: اما من چی کار میتونم بکنم؟ من الان توی سوریه یک برده هستم، همین و بس. سیرا گفت: همینجا در سوریه برده بمون، چون تو ضعیف هستی. به شدت مخالفت کردم. نه، من ضعیف نیستم. سیرا گفت: ثابت کن. چرا با دشمنانت نجنگیدی؟ دشمنان تو همان بدهی هایت بودند که تو را از بابل فراری دادند و تو هم دست روی دست گذاشتی تا اونها قدرتمندتر بشن. حالا باید مثل یک مرد باهاشون نبرد کنی تا بر اونها فاتح بشی. اگر روحیه مردانه داشتی با دشمنان می جنگیدی تا افتخار کسب کنی، اما حالا همه افتخاراتت از بین رفته و تا حد یک برده در سوریه تنزل کردی. باید دین خودت رو به اونهایی که به تو اعتماد کردند ادا کنی. با اینکه از کلام تند او ناراحت شدم و دفاعیه های زیادی داشتم که خودم را اثبات کنم، اما سکوت کردم. 3 روز بعد ندیمه سیرا منو نزد او برد. سیرا گفت: مادرم باز هم بیمار شده و حالش وخیم‌تر از قبل شده. از گله شوهرم 2 تا از بهترین شترها را انتخاب کن و اونها را آماده کن. مشک‌های آب را برای یک سفر طولانی پر کن. به خدمتکار گفتم غذای کافی آماده کنه. از فراوانی لوازمی که باید بر روی شترها بار می‌کردم تعجب کردم. علت بار زدن آن همه غذا و آب را درک نکردم. تا محل زندگی مادرش فقط 1 روز راه بود. ندیمه سوار شتر عقبی شد و من نیز افسار شتر خانم را در دست گرفتم. زمانی که به محل زندگی مادرش رسیدیم، هوا تاریک شده بود. سیرا ندیمه را مرخص کرد و به من گفت: داباسیر، روح یک انسان آزاد رو داری یا یک برده؟ من با قاطعیت گفتم: یک انسان آزاد. سیرا گفت: حالا وقتشه که این ادعا رو ثابت کنی. ارباب و همه افراد گروهش هم خنگ و کودن هستند. حالا میتونی این شترها رو برداری و فرار کنی. چند تا از لباسهای ارباب رو هم در این کیسه گذاشتم تا بپوشی و از دور شبیه به اون بشی. نگران من نباش. من ادعا میکنم که وقتی از مادر بیمارم عیادت میکردم، تو شترها رو برداشتی و فرار کردی. برای سپاسگزاری از او گفتم: تو روح یک ملکه آزاد رو داری. ای کاش میتونستم یه کاری بکنم که خوشبخت باشی. سیرا خندید و گفت:
خوشبختی هرگز به سراغ زن متأهل که از دست شوهرش به سرزمین‌های دور فرار کرده باشد نمی آید. حالا هرچه زودتر حرکت کن. امیدوارم الهه صحرا از تو محافظت کنه. راه دور و دراز در پیش داری اما غذا و آب اندک داری. همان شب از او سپاسگزاری کرده و راه افتادم. با راه‌های اون کشور آشنایی نداشتم و فقط یک تصویر مبهم از مسیر منتهی به بابل در ذهن خودم ساخته بودم. در هر حال شجاعانه به دل بیابان زدم. یک شتر را سوار شده بودم و شتر بعدی را یدک می‌کشیدم. تمام شب را حرکت می‌کردم و تمام روز را در گوشه‌ای استراحت می‌کردم. عاقبت برده‌هایی که فرار کنند را می‌دانستم و بدتر از آن عاقبت برده‌هایی که با دزدیدن اموال ارباب خود فرار می‌کنند را می‌دانستم. یک روز بالاخره به یک ناحیه خشک و بی آب و علف رسیدم. صخره‌های تیز و زمین ناهموار پاهای شترم را زخم کردند. بنابراین آنها به کندی حرکت کرده و آثار درد در آنها هویدا شد. در آن دیار نه انسانی دیدم و نه جانوری، بنابراین هنوز نمی‌دانستم در کجا هستم. هر روز به پیشروی ادامه دادم. آب و غذایم رو به اتمام بود و خورشید بی‌رحمانه می‌تابید. در پایان روز نهم از روی شتر به پایین افتادم و احساس ضعف آنچنان بر من مستولی شد که می‌دانستم قادر به سوار شدن مجدد بر روی آن نیستم. در همان لحظه بود که فهمیدم در آن کشور غریب و دور افتاده خواهم مرد بدون اینکه کسی از سرنوشت من مطلع شود. همانجا روی زمین دراز کشیدم و به خواب رفتم. با اولین پرتوهای خورشید در روز بعد بیدار شدم. برخاستم و به اطراف نگاه کردم. هوای صبحگاهی خنک بود. شترهایم اندکی آن طرفتر نشسته بودند. در برابر من یک پهنه وسیع از یک کشور بیگانه قرار داشت که پر از تنگ و شن و گیاهان خاردار بود. هیچ نشانی از آب ندیدم که برای نوشیدن انسان یا شتر مناسب باشد. به نظر نمی رسید در این سرزمین غذایی برای من یا شترهایم یافت شود. بی‌صبرانه منتظر رسیدن و یافتن یک راه حل بودم. به زحمت شترها را نیز از جا بلند کردم و به سمت شمال حرکت کردیم چون تصور من این بود که بابل در سمت شمال است. پس از مدتی توانستم آب پیدا کنم و به تدریج وارد کشوری سرسبز شدم با چمن و درختان میوه. توانستم مسیر رسیدن به بابل را بیابم چون روح یک مرد آزاد فقط به دنبال مشکلاتی است که آنها را حل کند و به پیش برود، در حالی که روح یک برده فقط درجا میزند و از مواجهه در هراس است. داباسیر رو به من کرد و گفت و حالا از تو میپرسم تارکات، آیا شکم گرسنه‌ای تو باعث از کار افتادن ذهنت هم شده؟ آماده قدم گذاشتن به جاده منتهی به خود واقعی هستی؟ آیا میتونی دنیا رو به رنگ واقعی مشاهده کنی؟ آیا قصد داری بدهی‌های خودت رو پرداخت کنی؟ اشک در چشمان جوان جمع شد. او بر روی زانوانش در برابر داباسیر ایستاد و گفت دیدگاه منو نسبت به زندگی عوض کردی. تا قبل از این تصور می‌کردم که روح یک مرد آزاد در من وجود دارد. داباسیر ادامه داد هر زمان که همت کنی مسیر صحیح هم پیدا میشه. اون زمان قصد داشتم کارها رو سر و سامون بدم، بنابراین با همه کسانی که از من طلبکار بودند ملاقات کردم و ازشون درخواست کردم به من فرصت بدهند تا بتونم بدهی‌های خودم رو باز پرداخت کنم. اغلب اونها با من مهربانانه برخورد کردند و درخواست منو پذیرفتند. چند نفر از من انتقاد کردند اما برخی دیگر پیشنهاد کمک کردند. یکی از اونها کمک‌های شایان توجهی به من کرد. نام این مرد ماتون بود که یکی از وام دهنده‌های بزرگ بابل محسوب میشه. اون وقتی فهمید که من در سوریه ساربان بودم، منو نزد نباتور پیر فرستاد که در امر معامله شتر بی‌نظیر بود. نباتور به فرمان پادشاه شترهای سالم و قوی رو برای یک نمایشگاه خریداری میکرد. دانش من از شترها برای اون ارزشمند بود. به تدریج تونستم چندین مورد از بدهی‌هایم رو پرداخت کنم. اول از همه از سکه‌های مسی شروع کردم و بعد سکه‌های نقره. در نهایت تونستم سرم رو بالا بگیرم و احساس کنم یک مرد قابل احترام در بین سایر مردان هستم. داباسیر دوباره مشغول غذا خوردن شد. سپس با صدای بلند که از آشپزخانه هم قابل شنیدن باشد گفت کاسکور، مار زنگی، این غذا سرد شده. یکم گوشت کبابی تازه بیار. البته یک غذای حسابی هم برای تارکات بیاور چون پسر دوست قدیمی منه و الان گرسنه است و ما باید با هم غذا بخوریم. در اینجا داستان داباسیر تاجر پیر شتر در بابل به پایان رسید. او بالاخره روح خودش رو پیدا کرد و به یک حقیقت بزرگ هم دست یافت.
حقیقتی که از قدیم الایام برای انسان شناخته شده بود. در واقع او به حقیقتی دست یافت که انسان را از قرنها پیش برای خروج از مشکلات و رسیدن به کامیابی هدایت کرده است. حقیقتی که همچنان در خدمت انسان است تا وی بتواند از قدرت جادویی آن استفاده کند. این حقیقت را برای شما که خواننده این کتاب هستید نیز ذکر کردیم. خوششانسترین مرد بابل. شارانادا سرآمد تجار بابلی با غرور پیش کاروان خود در حرکت بود. او عاشق لباس‌های گران قیمت و خرقه‌های برازنده بود. او همچنین عاشق حیوانات اصیل و گرانبها بود. او تنها کسی بود که به راحتی و بدون دردسر بر اسب نر عربی خود سوار می‌شد. سفر به دمشق با مشکلات متعدد همراه است، چون بیابان‌های زیادی در این مسیر قرار دارند، اما او نگران این مسئله نبود. او حتی نگران قبایل وحشی عرب که بی‌محابا به همه کاروان‌ها حمله می‌کردند نیز نبود، چون محافظان کارکشته و قوی برای حفاظت از کاروان استخدام کرده بود. تنها مسئله‌ای که ذهن او را مغشوش کرده بود، جوان کم سن و سالی بود که همراه او از دمشق آمده بود. او هادانگولا، نوه شریک تجاری او آرادگولا بود. شارانادا خود را عمیقاً مدیون او احساس می‌کرد، به نوعی که هرگز نمی‌توانست دین خود را نسبت به او ادا کند. شارانادا همیشه مایل بود کاری ارزشمند برای این جوان انجام دهد، اما حقیقتاً نمی‌دانست چه باید بکند، چون خودش نیز جوان و بی تجربه بود. شارانادا از گوشه چشم به انگشترها و گوشواره هادانگولا نگاه کرد و با خود گفت این جوان هنوز نمی‌دونه که استفاده از جواهرات به این صورت مختص خانم هاست. اما با این حال چهره قوی پدرش رو به ارث برده. اما پدر بزرگش تا به حال لباس‌های رنگارنگ مثل این رو نپوشیده. ازش درخواست کردم با من همراه بشه، شاید بتونم مسیر زندگی خودش رو بهش نشون بدم و از وضعیت اسفباری که پدرش برای خانواده ایجاد کرده بود دور بشه. هادانگولا شروع به صحبت کرد و رشته افکار او پاره شد. چرا اینقدر سخت کار میکنی؟ همیشه با این کاروان تجاری در حال سفر هستی. از این همه سواری در راه‌های صعب العبور و طولانی خسته نشدی؟ تا حالا زمانی برای لذت بردن از زندگی داشتی؟ شارانادا لبخند زد. لذت بردن از زندگی؟ فرض کن تو به جای من شارانادا بودی. برای لذت بردن از زندگی چی کار میکردی؟ هادانگولا گفت اگر من به اندازه تو ثروت داشتم دقیقاً مثل یک شاهزاده زندگی میکردم. یعنی هیچ وقت اینطوری از صحرا و بیابان عبور نمی‌کردم که تجارت کنم. به محض اینکه پول به دستم می‌رسید خرج می‌کردم و همیشه بهترین لباس‌ها رو می‌پوشیدم و گرانبهاترین و نادرترین جواهرات رو می‌خریدم. من این سبک زندگی رو دوست دارم، یعنی اون سبک زندگی که ارزش زندگی کردن رو داشته باشه. هر دوی آنها با صدای بلند خندیدند. شارانادا گفت اما پدر بزرگ تو هرگز جواهر به خودش آویزون نمی‌کنه. خب ببینم، یعنی هیچ زمانی برای کار کردن در نظر نمی گرفتی؟ هادانگولا بدون فکر کردن گفت کار کردن مال برده هاست. شارانادا لب به دندان گزید و پاسخی نداد، اما همچنان به مسیر خود ادامه دادند تا به یک شیب رسیدند. شارانادا گفت اون دره رو می بینی؟ بابل اون طرف اون دره است. اگر با دقت نگاه کنی سایه کمرنگی از دیوارهای بابل رو مشاهده می کنی. برج معبد بل همونجاست. اگر چشم‌های تیزبین داشته باشی دودی که از بالای برج بلند میشه رو میبینی. هادانگولا گفت پس بالاخره به بابل رسیدیم. همیشه دوست داشتم ثروتمندترین شهر جهان را از نزدیک ببینم. پدر بزرگ من هم از بابل شروع به کار کرد. اگر هنوز زنده بود تا این حد سختی نمی‌کشیدیم. پس از مدتی به شاهراه پادشاه رسیدند و مسیر خود را به سمت مزارع و باغ‌های آبیاری شده و سرسبز ادامه دادند. سه پیرمرد مشغول شخم زدن مزرعه بودند. توجه شارانادا به آنها جلب شد چون به نظر آشنا می رسیدند. چه جالب! پس از 40 سال او باز هم همان افراد را در همان مزرعه مشغول شخم زدن زمین مشاهده کرد. ابتدا تردید داشت که آنها همان افراد 40 سال پیش باشند، اما ندای درونش حکم کرد که درست حد زده است. یکی از آنها به شیوه نااستوار خیش را در زمین نگه داشته بود و 2 نفر دیگر تقلا می‌کردند گاوهای نر را به کشیدن خیش وادار کنند. هرچه بیشتر گاوهای نر را کتک می‌زدند فرمانبرداری گاوها کمتر می‌شد. شارانادا حدود 40 سال پیش این مردان را در همین جا مشغول همین کار دیده بود. او در آن زمان حاضر بود جای خود را با آنها تعویض کند، اما اکنون تفاوت جایگاه‌ها بیش از حد زیاد شده بود.
او با افتخار به کاروان تجاری که پشت سرش بود نگاه کرد. ردیفی از شترهای گران قیمت و خرهای بارکش قوی که همگی کالاهای ارزشمند دمشقی را بر پشت خود حمل می‌کردند. اینها فقط یکی از چندین مایملاک ارزشمند او بود. شاهرانادا به سمت آن سه مرد کشاورز اشاره کرد و گفت: اونها هنوز دارن مثل 40 سال پیش در همون مزرعه کشت و کار می‌کنند. 40 سال پیش هم اونها رو دیدم که همین مزرعه رو شخم می‌زدن، همینطور که الان می‌بینی. آدانگولا گفت: دارم می‌بینمشون، اما چرا فکر می‌کنی که اینها همون افراد 40 سال پیش هستند؟ خاطر 40 سال پیش به سرعت در ذهن شاهرانادا تداعی شد و گفت: خودم اونها رو دیدم. دقیقاً همه چی رو به خاطر دارم. ناگهان یک نقشه همچون رعد آسمانی به ذهن وی خطور کرد. البته ممکن بود این کار اعتراضاتی به همراه داشته باشد، چون او باید خانواده و جایگاه خود را در نظر می گرفت. شاید تا حدودی اجرای این نقشه بیرحمی به نظر می رسید و حتی آسیب‌هایی را به دنبال داشت. از آنجا که شاهرانادا فردی مصمم با تصمیم گیری سریع بود، فوراً همه اعتراضات را نادیده گرفت و تصمیم گرفت اقدام کند. شاهرانادا گفت: دوست داری بدونی پدر بزرگ چطوری شروع به کار کرد و من چطوری در این تجارت پرسود با اون شریک شدم؟ آدانگولا گفت: چرا که نه، من هم دوست دارم بدونم منشأ این همه سکه از کجا اومده. شروع به صحبت کرد: بگذار از داستان همین سه مرد شروع کنم که اونجا مشغول شخم زدن زمین هستند. من تقریباً همسن و سال تو بودم. یه روز ما رو به صف کرده بودند و داشتیم از اینجا عبور می‌کردیم. مگیدو، کشاورز پیر، با دیدن مسیرهای کج و کوله که آنها را شخم زده بودند به خنده افتاد. من نیز کنار او زنجیر شده بودم. او به من گفت: به اون احمق‌های تنبل نگاه کن. اونی که خیش رو گرفته سعی نداره اون رو به عمق زمین فرو کنه. اونهایی هم که مهار گاوهای نر رو به دست گرفتن تلاش بیهوده‌ای برای وادار کردن حیوانات به حرکت دارند. چرا اونها انتظار دارن که یه محصول خوب از این شیوه شخم زدن به دست بیاد؟ آدانگولا گفت: صبر کن ببینم. تو گفتی که مگیدو به تو زنجیر شده بود؟ شاهرانادا پاسخ داد: آره، با همون گردنبندهای برنزی سنگین که دور گردن بسته میشه. یه زنجیر سنگین هم بین این دو گردنبند وصل شده بود. اون طرف مگیدو هم زابادو رو زنجیر کرده بودند که دزد گله های گوسفند بود. اون رو از قبل میشناختم. در انتهای ردیف ما یه مردی بود که فقط بهش میگفتن دزد دریایی، چون اسم واقعی خودش رو به هیچ کس نگفته بود. البته تصور ما این بود که او دریانورد بوده، چون مثل همه دریانوردها روی سینه‌اش و بازوهاش خالکوبی داشت. ردیف‌های ما اینطوری بود. در هر ردیف 4 نفر کنار هم قرار می‌گرفتند و با هم حرکت می‌کردند. آدانگولا با تعجب پرسید: تو رو مثل یک برده زنجیر کرده بودند؟ شاهرانادا گفت: پدر بزرگت به تو نگفته بود که من قبلا یک برده بودم؟ آدانگولا پاسخ داد: اون همیشه در مورد تو صحبت می‌کرد، اما هیچ وقت به این مسئله اشاره نکرده بود. شاهرانادا گفت: پدر بزرگت مرد محترمی بود که راز همه رو توی سینه حفظ می‌کرد. اما حالا من به تو اعتماد می‌کنم و راز خودم رو با تو در میان می‌گذارم، چون می‌دونم که میشه به تو اعتماد کرد، مگه نه؟ و با چشمان منتظر و نگران به آدانگولا نگاه کرد. آدانگولا گفت: البته من در این مورد با هیچ کس صحبت نمی‌کنم. به من اعتماد کن. شاهرانادا شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: هر مردی ممکنه برده بشه. عادت ناپسند نوشیدن آبجو و قمار برادرم منو به اون روز انداخته بود. در واقع من قربانی بیفکری‌های برادرم شدم، چون هرگز به آینده کارهایش فکر نمی‌کرد. اون توی یه دعوا دوستش رو کشت. بعدش منو به عنوان وثیقه به بیوه اون مرد دادن تا برادرم اعدام نشه. زمانی که پدرم نتونست پول کافی برای دیه به اون بیوه پرداخت کنه و منو آزاد کنه، اون زن از روی عصبانیت منو به یه بردهدار فروخت. زمانی که داشتیم از کنار زمین عبور می‌کردیم، کشاورزها ما رو مسخره کردند. یکی از اونها کلاه حصیری پاره‌اش رو بر سر برداشت و با یک تعظیم بلند گفت: به بابل خوش آمدید، مهمانان پادشاه. او بالای دیوارهای شهر ایستاده و منتظر شماست. اونجا یه سفره برای شما پهن کردن که توش گل آجرپزی و سوپ پیاز گذاشتند. بعدش همه اونها بیوقفه تا مدت طولانی خندیدند. دزد دریایی عصبانی شد و شروع به فحاشی کرد. من از اون پرسیدم که یعنی چی پادشاه بالای دیوارها منتظر ماست؟ او هم برایم توضیح داد. برای ساخت این دیوارهای بلند باید آجر و گل رو آنقدر روی پشتت به بالا حمل کنی تا کمرت بشکنه. البته شاید قبل از اینکه کمرت بشکنه اونقدر کتک بخوری که بمیری.
اما اونها نمیتوانند منو کتک بزنند چون همشون رو میکشم. بعدش مگیدو شروع به صحبت کرد. اصلا اینطوری نیست که میگه. هیچ کدوم از ارباب‌ها دوست ندارن برده‌های سخت‌کوش رو اونقدر کتک بزنن تا بمیره. چرا باید این کار رو بکنن؟ اونها به برده‌های خوب احتیاج دارن و به همین دلیل باهاشون رفتار خوبی دارند. اما زابادو گفت حالا کی دوست داره سخت کار کنه؟ به نظر من اونها که اونجا مزارع رو شخم میزنن آدم‌های عاقلی هستند. چون پشت خودشون رو زیر بار کار زیاد خم نمی‌کنند. فقط کار می‌کنند. خرحمالی نمی‌کنند. مگیدو گفت کسانی که از کار کردن فرار کنند به هیچ جا نمی‌رسند. اگر تو در یک روز بتونی 1 هکتار زمین رو شخم بزنی، کار برجسته‌ای کردی و اربابت حتما خبردار میشه. اما اگر فقط نصف این میزان رو شخم بزنی، معلومه که از زیر کار شانه خالی کردی. به نظر من که اگه باهوش باشی و بتونی با کار کمتر پول بیشتری در بیاری، توی زندگی موفق‌تر هستی. زابادو با شدت شروع به خندیدن کرد. اون شب از شدت ترس نتونستم بخوابم. از آنجا که متوجه شدم گودوسو هم بیدار است، با او شروع به گفتگو کردم. شاید از میزان اضطرابم کاسته شود. به او گفتم گودوسو بگو ببینم، یعنی وقتی به بابل برسیم همه ما رو برای ساخت دیوارها میبرند؟ او با احتیاط پرسید برای چی میخوای بدونی؟ با ناراحتی گفت چرا متوجه نیستی؟ من هنوز خیلی جوان هستم. دوست دارم زندگی کنم. دوست ندارم برای این دیوارها جون خودم رو فدا کنم. یعنی هیچ راهی نیست که من بتونم یه ارباب خوب داشته باشم؟ او با صدای آهسته گفت معمولا اولش باید همه رو به بازار برده فروش ها ببرند. وقتی خریدار به تو نزدیک شد بهش بگو که کارگر خوبی هستی و کار کردن برای ارباب خوب رو دوست داری. یه کاری کن که اونها برای خریدن تو رغبت داشته باشن. اگر نتونی هیچ اربابی رو به خریدن خودت ترغیب کنی، تو رو برای ساخت دیوار میبرند که کار سختیه. بعدش من روی شنهای گرم دراز کشیدم و به ستاره های آسمون خیره شدم و به کار کردن فکر کردم. به سخنان مگیدو فکر کردم که کار کردن رو بهترین دوست خودش معرفی کرده بود و تعجب کردم که چطور ممکنه کار کردن بهترین دوست آدم باشه. البته اگه از وضعیت بردگی خلاص بشم قطعاً کار کردن بهترین دوست انسان خواهد بود. فردا صبح که مگیدو بیدار شد خبر خوش خودم رو به او گفتم. آخرین پرتوهای امید من زمانی محو شد که به دیوارهای بلند بابل نزدیک شدیم و ردیفی از انسانها را مشاهده کردیم که مثل مورچه های سیاه از مسیر شیبدار بالا و پایین می رفتند. زمانی که نزدیکتر رفتیم حیرت زده شدم چون حدود هزاران نفر کارگر در حال کار بودند. هر کس که کند حرکت می کرد و باعث وقفه در روند تردد می شد با برخورد خشن نگهبانها مواجه می شد. اونها خشن بودند. با خشونت هرچه تمامتر شلاق رو در هوا می چرخاندند و پشت برده هایی که با سرعت مناسب حرکت نمی کردند را هدف می گرفتند. اون بیچاره ها هم تلو تلو می خوردند و در یک لحظه زیر سبد سنگین آجرهایی که حمل می کردند روی زمین می افتادند. بعدش هم به تدریج اون رو از مسیر سایر کارگرها هل می دادند کنار و بعد هم اون رو کنار جاده می انداختند تا در یک گور دست جمعی کنار بقیه دفن بشه. اونم بدون مراسم و تطهیر. با دیدن این صحنه وحشتناک به خودم لرزیدم. اگه یک خریداری خوب توی بازار برده فروشان منو نمی خرید، همین عاقبت منتظر من هم بود. گودوسو حق داشت. اونها همه ما رو مستقیما از دروازه شهر به زندان برده ها منتقل کردند و صبح فردا راهی بازار برده فروشان شدیم. در این بازار از ترس شلاق نگهبان ها به سمت جلو حرکت کردیم تا خریداران ما را بررسی کنند. مگیدو و من با هر کسی که اجازه میداد با او صحبت کنیم در مورد توانایی‌های خودمون صحبت کردیم. در همین زمان سربازان گارد پادشاه هم وارد شدند. اونها دزد دریایی رو انتخاب کردند و زمانی که او از رفتن امتناع کرد به شدت کتکش زدند. وقتی اون رو به زور می‌بردند دلم برای سوخت. در همین موقع یک کشاورز به ما نزدیک شد و با دقت به هر دوی ما نگاه کرد. مگیدو درباره مزرعه و محصول کشاورز پرسید و پس از چند جمله اون رو متقاعد کرد که یک کارگر خوب و ارزشمند برای مزرعه است. کشاورز با فروشنده برده ها وارد معامله شد. اونها مدتی چانه زدند تا اینکه بالاخره کشاورز یک کیف پول چاق از جیب لباسش بیرون کشید. چند دقیقه بعد مگیدو همراه با ارباب جدیدش از بازار برده فروشان رفت. تقریبا دچار ناامیدی شده بودم که ناگهان یک مرد چاق با قیافه دوست داشتنی به ما نزدیک شد و پرسید کدام یک از ما نونوایی بلد هستیم؟ فوراً خودم را به اون رسوندم و گفتم
چرا یه نانوای خوب مثل شما به دنبال یک نانوای فرودست از یک شهر دیگه میگرده؟ بهتر نیست یه آدم با استعداد رو پیدا کنید و به اون آموزش بدید؟ اینطوری اونم به شیوه شما نانوایی میکنه. به من نگاه کنید. من هم جوان هستم و هم قوی و هم عاشق کار کردن هستم. لطفاً به من فرصت بدهید تا به شما ثابت کنم چقدر میتونم برای شما طلا و نقره کسب کنم. او تحت تاثیر قرار گرفت و خوشبختانه معامله انجام شد و من نیز پشت سر ارباب جدید خودم راه افتادم. در آن موقع احساس کردم خوششانس ترین مرد بابل هستم. خانه جدیدم را دوست داشتم. اربابم نانانید تمامی آموزش‌های مورد نیاز را به من داد. محل خواب من یک نیمکت بود که در آلونک محل نگهداری غلات قرار داشت. خانه‌دار پیر سواستی غذای خوب و کافی به من میداد چون همیشه در انجام کارهای سخت خانه به او کمک می‌کردم. به این صورت بود که خودم را برای اربابم اثبات کردم تا شاید راهی برای آزادی بیابم. تقریباً تمامی کارها را من انجام میدادم. اربابم از اینکه یک گوشه بیکار مینشست و من همه کارها را انجام میدادم خوشنود بود، اما سواستی از این مسئله ناراحت بود چون معتقد بود که همه باید به اندازه سهم خودشان کار کنند. باید راهی برای کسب درآمد میافتم تا آزادی خودم را میخریدم. به همین دلیل فکر کردم با پایان کارهایم در هنگام ظهر میتونم به دنبال یک کار سودآور دیگه برای بعد از ظهرها باشم تا اندکی پس‌انداز کنم. اگر نانانید موافقت میکرد حتی میتونستم بخشی از درآمد خودم از کارهای بعد از ظهر رو به او بدم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. چرا کیک عسلی بیشتری درست نکنیم و در قالب فروشنده دورگرد اونها رو به آبران مشتاق و گرسنه در خیابان‌های شهر نفروشیم؟ طرح خود رو اینگونه به نانانید ارائه کردم. اگر من ساعت بیکاری بعد از ظهرم رو به کسب درآمد بیشتر برای شما اختصاص بدم، آیا عادلانه هست که بخوام بخشی از اون درآمد رو برای خودم بردارم تا چیزهایی که لازم دارم رو خریداری کنم؟ نانانید با خوشنودی پذیرفت و گفت البته که عادلانه است. طرح خودم رو در خصوص فروش کیک‌های عسلی به صورت فروشنده دورگرد با جزئیات برایش توضیح دادم و اون نیز پیشنهاد کرد بسیار خوب، تو باید 2 کیک رو به قیمت 1 سکه به فروش برسونی. بعدش نصف بهای فروش رو باید برای خرید آرد، عسل، چوب برای اجاق و سایر مایحتاج کنار بگذاریم. نصف باقی مانده از قیمت کل فروش رو هم بین خودمون به طور عادلانه تقسیم می‌کنیم. از پیشنهاد سخاوتمندانه اربابم بسیار خوشنود شدم. روز بعد کیک هایی که دیشب آماده کرده بودم را داخل اجاق پختم. ظاهر آنها خوشمزه و اشتها آور بود. با اشتیاق گام به خیابان گذاشتم و با صدای بلند شروع به تبلیغ کالای خود کردم. در ابتدا هیچ کس علاقه‌ای به خرید نداشت. با این حال به فریاد زدن و راه رفتن در سطح شهر ادامه دادم تا اینکه به تدریج در واپسین ساعات عصر مردم گرسنه شدند و همه کیک هایم به فروش رفتند. نانانید از این فروش بالا خوشنود شد و با خوشحالی سهم مرا پرداخت کرد. از اینکه کسب درآمد کرده بودم شاد شدم. مگیدو حق داشت. ارباب ها نیز قدر زحمات برده های خود را می دانند. پس از مدتی مشتریان دائمی داشتم. یکی از همین مشتریان کسی نبود به غیر از پدر بزرگ تو، آرادگولا. او تاجر قالیچه بود. او همیشه 2 کیک برای خودش و 2 کیک برای برده‌اش خریداری میکرد و حین خوردن آنها با من گپ میزد. یه روز پدر بزرگت حرفی بهم گفت که هرگز فراموش نمیکنم. من عاشق کیک های عسلی تو هستم پسر جان، اما مهمتر از اون روحیه تجاری است که تو داری و به نظرم این روحیه میتونه تو رو به موفقیت های بالایی برسونه. با گذشت ماه‌ها تعداد سکه های پسنداز من افزایش یافت و وزن کیف پولم به من آرامش خیال میداد. همانطور که مگیدو گفته بود کار بهترین دوست من شد. من خوشحال بودم اما سواستی نگران بود. او یک بار به من گفت حالا که اربابت کار نمیکنه همه وقت خودش رو به بتالت میگذرونه و فقط توی قمارخونه هاست و این وضعیت نگران کننده است. یکی از روزها دوستم مگیدو رو در خیابان دیدم و خوشحال شدم. او 3 الاغ را به سمت بازار هدایت میکرد که بار سنگین سبزیجات داشتن. مگیدو گفت حال و روز من خیلی خوبه. اربابم از کار کردن من راضی بود و حالا میبینی که من سرکارگر شدم و کارهایی مثل تحویل بار رو انجام میدم. هفته پیش یه نفر رو دنبال خانواده‌ام فرستاد تا به اینجا بیان. بالاخره کار کردن، اونم با صداقت سخت کوشی باعث شد که از دردسر عظیم نجات پیدا کنم. بالاخره یه روز آزادی خودم رو به دست میارم و یه مزرعه برای خودم میخرم. زمان به همین ترتیب گذشت. گاهی اوقات تا نزدیک دروازه شهر میرفتم تا به نگهبانان برده هایی که در امر ساخت دیوار فعالیت میکردند کیک بفروشم.
یک روز از مشاهده زابادو در صف انتظار برای پر کردن سبد از آجر تعجب کردم. او رنجور و خمیده شده بود و پشتش پر از آثار شلاق نگهبانان بود. یک روز آرادگولا از من پرسید: فرض کن که آزاد شدی، بعدش میخوای چی کار کنی؟ گفتم: بعدش میخوام تاجر بشم. در همان لحظه آرادگولا موضوعی رو به من گفت که هرگز فکرش رو هم نمی کردم. پدر بزرگت به من گفت که اینطور شرط میبندم که نمیدونستی من خودم هم برده هستم. من با ارباب خودم شریک شدم. آدانگولا در حالی که شراره های خشم از چشمانش بیرون میتراوید گفت: ابدا دوست ندارم به دروغ‌های اهانت آمیز به پدر بزرگم گوش کنم. اون هرگز یک برده نبوده. شارونادا همچنان آرام بود و گفت: من به پدر بزرگت احترام میگذارم، چون از یه بدشانسی و مصیبت با موفقیت بیرون اومد و به یکی از بزرگترین و موفقترین تجار دمشق تبدیل شد. تو که نوه اون هستی هم از همون قالب هستی، مگر نه؟ آیا به اندازه کافی مرد شدی که بتونی با حقیقت مواجه بشی یا اینکه ترجیح میدی بازم در توهمات عجیب و غریب بمونی؟ آدانگولا بر روی زین اسب خود جابجا شد و با صدای آکنده از احساسات گفت: همه عاشق پدر بزرگم بودند. کارهای خوب پدر بزرگم بیشمار بودند. زمانی که خشکسالی و قحطی شد، پدر بزرگم یک کاروان تجاری به مصر گسیل کرد تا از اونها غلات بخره و بعدش مجانی بین مردم توزیع کرد تا هیچ کس گرسنه نباشد. اون وقت تو میگی که پدر بزرگم در بابل یک برده بوده؟ شارونادا گفت: اگه اون یه برده در بابل باقی میموند باعث خجالت بود. اما اون با تلاش‌های خودش توانست به یک مرد بسیار بزرگ و محبوب در دمشق تبدیل بشه، تا اینکه خدایان هم مجبور شدند بدشانسی را از او دور کنند. پدر بزرگت پول کافی برای آزاد شدن رو داشت، اما همیشه میترسید که از پشتیبانی ارباب خودش بهره مند نباشه. به همین خاطر اونو کمی سرزنش کردم. من آرادگولا رو یک بار دیگر ملاقات کردم. او به کلی تغییر کرده بود و شوق زندگی از نگاهش هویدا بود. آرادگولا گفت: برده‌ای که میشناختی حالا یک مرد آزاده. حرفهای تو و سرزنش‌های تو تأثیرات جادویی بر من داشتند، چون میزان فروش و سود من افزایش یافتند و همسرم خوشحال شد. او که برادرزاده اربابم بود یک زن آزاد محسوب میشد و حالا دوست داره از این شهر نقل مکان کنیم و به جایی بریم که هیچ کس ندونه من قبلا یه برده بودم و فرزندانمون از فلاکت گذشته پدرشون عذاب نکشند. کار کردن به من کمک کرد. در واقع تنها چیزی که به من کمک کرد کار کردن بود. کار کردن به من کمک کرد یک بار دیگه اعتماد به نفس خودم رو ترمیم کنم و مهارت‌های فروش رو بالا ببرم. از اینکه به او کمک کرده بودم خوشحال شدم. من به اون مدیون بودم، چون در ابتدا اون به من روحیه داده بود تا به کارهایم ادامه بدم و بعد از اون نوبت من بود که نقش خودم رو ایفا کنم. یک روز عصر سواستی نزد من آمد و با اندوه گفت: ارباب به دردسر افتاده. برایش نگرانم. چند ماه پیش مبلغ زیادی رو در شرط بندی و قمار باخت. هنوز بابت غله و عسل از کشاورز خریده بودیم، هیچ پولی پرداخت نکرده. حتی به وام دهنده هم پول نداده. اونها خیلی خشمگین هستند و ارباب رو تهدید کردند. بدون تأمل و از روی بیفکری پاسخ دادم: ما چرا باید نگران کارهای احمقانه اون باشیم؟ ما که فقط برده های اون هستیم. سواستی گفت: جوانک احمق، مثل این که اصلا نفهمیدی چی گفتم. اگه ارباب نتونه بدهی خودش به وام دهنده رو تسویه کنه، اون وقت اون میره شکایت میکنه و ممکنه تو رو بفروشند. من نمیدونم چه بلایی سرمون میاد. اون ارباب خوب و مهربونیه. چرا باید این بدبختی بر سر ما نازل بشه؟ ناگهان متوجه شدم که نگرانی‌های سواستی بیمورد نیستند. صبح روز بعد که مشغول انجام کارهای نانوایی بودم، وام دهنده با فرد دیگری به نام ساسی بازگشت. ساسی مدتی به من و شیوه کار کرده من نگاه کرد. وام دهنده به سواستی گفت که آنها مرا با خودشان خواهند برد. او حتی منتظر بازگشت ارباب من نیز نشد. به دستور آنها کارهایم را نیمه کاره رها کردم و فقط با همان لباسی که به تن داشتم و البته کیسه سکه هایم که به کمربندم آویخته بودم همراه آنها رفتم. ساسی گفت: پادشاه به ارباب من دستور داده که گروهی را برای تکمیل یک بخش از کانال بزرگ بفرسته و حالا ارباب به من گفت: ساسی چند تا برده بخر و این کار رو هر چه سریعتر تمومش کن. اما آخه مگه میشه کارهای بزرگ رو به سرعت تموم کرد؟ تصویر تلخی در ذهنم آشکار شد. یک بیابان بدون درخت، چند بوته کوتاه خار و خورشید که با همه توان و بیرحمانه میتابد و آب درون قمقمه ها به حدی داغ شده است که رغبتی به نوشیدن آن نداریم. سپس گروهی از برده ها رو دیدم که مشغول کندن زمین هستند
و گروه دیگری که سبدهای سنگین حاوی گل و خاک را از داخل کانال بیرون می‌کشند و در جای دیگه خالی می‌کنند. اونها تا شب کار می‌کردند و بعد هم تصویر غذاها که غیر قابل خوردن بودند و تصویر محل خواب که بدون چادر و بدون حتی یک بستر از کاه باید روی زمین می‌خوابیدیم. خود را در چنین وضعیتی دیدم و وحشت کردم. در هر حال کیسه پولم را در جایی مدفون کردم و نشانه‌ای برای آن گذاشتم، اما مطمئن نبودم که آیا باز هم قادر به یافتن آنها خواهم بود یا خیر. چند روز بعد که صبر و تحمل من رو به پایان بود، چون پرسش‌های متعدد در سر داشتم اما پاسخی برایشان نداشتم، ساسی مرا احضار کرد. قاصدی از سوی اربابم آمده بود تا مرا به بابل بازگرداند. فوراً کیف پول ارزشمند خود را از زیر خاک بیرون کشیدم، بقایای لباس تکه و پاره‌ام را پوشیدم و راهی شدم. زمانی که به حیاط خانه اربابم رسیدم، با تعجب مشاهده کردم که آرادگولا منتظر من است. او مرا همچون یک برادر در آغوش کشید. هنگام راه رفتن همچون یک برده که پشت سر اربابش راه می رود، چند گام عقب‌تر بودم، اما او اجازه این کار را به من نداد. دستش را دور شانه من انداخت و گفت: همه جا را دنبالت گشتم. دیگه داشتم ناامید می شدم که با سواستی ملاقات کردم و ماجرای وام دهنده را به من گفت. برام توضیح داد که حالا برای یک مالک جدید و بسیار ثروتمند کار می کنی. معامله کردن با اون دشوار بود و بالاخره با پرداخت مبلغ زیادی راضی شد. تو ارزشش رو داری. فلسفه تو و کار کردن تو باعث شد که من دلگرم بشم و روحیه بگیرم تا کار جدیدی رو شروع کنم و موفق بشم. من پاسخ دادم: البته این فلسفه مگیدو بود، نه من. آرادگولا گفت: فلسفه مگیدو و تو. من از هر دوی شما متشکرم. حالا قراره به دمشق بریم و من به همراهی تو احتیاج دارم. حالا دیگه تو آزاد هستی. اشک شادی و شوق در چشمانم حلقه زد. در همان لحظه می دانستم که من خوششانس ترین مرد بابل هستم. در این زمان شارونادا به هادانگولا گفت: بنابراین همانطور که شاهد بودی کار کردن باعث نجات من شد و حالا اطمینان دارم که کار کردن بهترین دوست منه. اشتیاق من به کار کردن باعث شد بتونم از بردگی مادام العمر نجات پیدا کنم. من با کار کردن و طرز تفکر ناشی از تلاش از کار بود که روی پدر بزرگت تأثیر گذاشتم و او هم به من همین کار را کرد. هادانگولا پرسید: یعنی کار کردن برای پدر بزرگ من تنها راز موفقیت تو برای دستیابی به ثروت بود؟ شارونادا گفت: دقیقاً. کلید اصلی موفقیت من هنگامی که با پدر بزرگت برای اولین بار ملاقات کردم همین بود. پدر بزرگت از کار کردن لذت می برد و خدایان هم پاسخ تلاش‌های اون رو بهش دادند. هادانگولا متفکرانه پاسخ داد: حالا متوجه شدم. کار کردن باعث شده بود دوستان زیادی داشته باشه و همه اونها موفقیت‌های اون رو ستایش می‌کردند. کار کردن باعث شده بود در دمشق از اعتبار خاصی برخوردار بشه و از زندگی شاد بهره‌مند بشه. بله، کاملا درسته. من هم تایید می‌کنم که کار کردن باعث شد اون بتونه به همه چیز دست پیدا کنه، اما تا حالا فکر می‌کردم که کار کردن فقط مختص برده هاست. شارونادا و هادانگولا به سمت دیوارهای عظیم و دروازه برنزی بابل راندند. شارونادا با سر برافراشته کاروان خود را از دروازه شهر عبور داد و وارد خیابان‌های شهر شد. هادانگولا گفت: همیشه آرزو داشتم مثل پدر بزرگم باشم، اما تا حالا نمیدونستم چطور مردی بوده. حالا تو به من نشون دادی که اون کی بود و حالا که اون رو بهتر شناختم احترام بیشتری براش قائل هستم و بیشتر از قبل دلم میخواد مثل اون بشم. حالا ترس من اینه که نتونم جبران این محبت تو رو بکنم، چون تو مسیر موفقیت رو به من نشون دادی. از امروز به بعد از همین کلید موفقیت که به من دادی استفاده میکنم. من هم مثل پدر بزرگم با اشتیاق و شوق کامل شروع میکنم، چون از داشتن مقادیر زیادی جواهر و لباس فاخر بهتره. با گفتن این حرفها، هادانگولا انگشترها و گوشواره‌های جواهر نشان را از دست و گوشهایش بیرون آورد. مهار اسبش را اندکی کشید تا به نشانه احترام چند قدم عقب‌تر از سالار کاروان حرکت کند.